در ره عشق محو شد نام و نشان عاشقان. تأملی بر محو نام بزرگان شیخیه از آثارشان. در 2 قرن گذشته بعضی نسخ خطی شیخیه دچار تصرفات شده است. این تصرفات و تغییرات در نسخه های مکرر و استنساخ ها واقع شده، اما نسخه های اصلی به خط مصنف یا مؤلف مصون مانده است و به برکت حفظ همین نسخه های اصلی است که هر گونه تعرضی بر این آثار شناسایی می شود. برای نمونه در زمان حیات عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی رفع الله شأنه، مخالفان عباراتی به رساله هدایت الصبیان اضافه کردند. این بزرگوار با ارائه نسخه اصل بیان فرمودند که این عبارات تصرفات و تعرضات دشمنان است. ایشان به این شگرد مخالفان اشاره کرده اند و می‌فرمایند نسخه های اصل را حفاظت کرده و می‌کنند و در صورت لزوم می‌توان با نسخه های استنساخ شده مقابله کرد. همچنین در زمان حیات ایشان از نوع آثار ایشان نسخه برداری شد تا در شهرهای دیگر هم نسخه تصحیح شده از آن باشد. مرحوم آقای کرمانی در رساله جواب عباس میرزا ملکارا می‌فرمایند: دوری منزلگاه ها و کم بودن مسافران از شهرهای ما به سوی شهرهای شما از رسیدن کتاب ها به شما مانع می شوند و اگر مانعی نبود با وجود کتاب ها از سوال کردن بی نیاز بودید. شهرهای کردستان از شهرهای ما به شما نزدیکتر است و حاکم کردستان افرادی را به کرمان فرستاد و از بسیاری از کتابهایم نسخه برداری کردند. اگر می خواهید حاکم کردستان به شما نزدیک است، پس در آن بلاد از کتابها نسخه برداری کنید. غیر از اضافه کردن عبارات به رسائل بزرگان دین یا حذف عبارات، گونه‌ای از تعرضها به نسخه‌های خطی آثار شیخیه محو نام مؤلف یا مصنف کتاب است. این تعرض اگرچه اندک است ولی نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد. بیشترین بسامد این محو و مسح‌ها در کتب عالمان ربانی مرحوم حاج سید محمد کاظم رشتی و مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامهما است. اما در کتب عالم ربانی مرحوم حاج محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه این محوها گزارش نشده است. یکی از دلایل این محو کردنها دست و تحریف نام مصنف یا مؤلف و تصنیف یا تألیف است. برای نمونه در نسخه ای نام عالم ربانی مرحوم حاج سید محمد کاظم رشتی اعلی الله مقامه از ابتداء کتاب پس از خطبه حذف شده و نام دیگری در هامش اضافه شده است. وجهی دیگر برای این حذف‌ها و محوها حسادت یا عناد و دشمنی با مصنف یا مؤلف است. نیازی به تفصیل نیست که مخالفت یا حسادت شخصی به چه حرکاتی وامی دارد. علتی دیگر برای این محوها تقیه است، چه تقیه از ناحیه موافقان و مؤالفان و چه از ناحیه افراد بی‌طرف و علاقمندی که از مخالفان تقیه کرده اند. بعضی این کتب و رسائل را در کتابخانه شخصی خود نگهداری می‌کرده اند و نمی‌خواستند کسی این رسائل را شناسایی کند. جالب توجه است که این علت در روزگار معاصر ما نیز مصادیقی دارد. افرادی هستند که رسائل و کتب چاپی را جلد می‌کنند تا نام کتاب مشخص نشود و کسانی که به خانه ایشان می‌آیند نام این آثار و مصنفان آن را مشاهده نکنند. در ادامه نمونه‌ای از این محوها را معرفی می‌کنیم. مجموعه است خطی به شماره 1364 که در مرکز احیاء تراث اسلامی نگهداری می‌شود. این مجموعه مشتمل است بر 2 رساله از عالم ربانی مرحوم حاج سید محمد کاظم رشتی اعلی الله مقامه که در زمان حیات ایشان کتابت شده است. متاسفانه نام سید مرحوم در ابتداء این رسائل سیاه شده است. و همچنین رساله دوم. نمونه دیگر نسخه از رساله شرح دعاء سحر از تصنیفات عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی رفع الله شأنه است. در این نسخه که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود، نام این بزرگوار محو شده است. در این فرصت
به نسخه دیگر اشاره می‌کنیم. این نسخه خطی رساله مرحوم آقای کرمانی است در جواب شاهزاده محمد ولی میرزا که نام مصنف حذف شده است. و جالب توجه است که این رساله با موضوع طی الارض که بی ارتباط با علوم خفیه نیست در سالهای اخیر با حذف نام مصنف به نام شیخ بهایی در بعضی کانال‌های تلگرامی همرسانی شده است. تقدیر بر این بوده است که در راه بیان فضائل اهل البیت علیهم السلام و شرح و بسط روایات ایشان بزرگان دین دچار مظلومیت شوند و در این مسیر این مظلومیت هم برای ایشان رقم خورد که حتی نام ایشان از رسائل خود ایشان حذف شود که به قول شاعر در یکی از معانی آن در ره عشق محو شد نام و نشان عاشقان.